ادامه بخش چهره‌های ماندگار. نصرتالله مخصوم. نصرتالله مخصوم، جان فدای ملت. در وضعیت نهایت حساس و مشکل در صف اولین فرزندان سرسپرده خلق تاجیک با مبارزه برخاستن نصرتالله مخصوم نشانه وطن دوست و وطن پرست اصیل بودن او می باشد. کوشش و تلاش های او پیش از همه در تشکل جمهوری تاجیکستان، معین گردیدن مرز و بوم امروزه آن و شناخت ملت تاجیک بی‌نظیر است. زیرا در آن سالهای حساس و تقدیرساز بدخواهان ملت تاجیک نمی‌خواستند که خلق ما صاحب جمهوری خود گردد. از این رو نصرتالله مخصوم به حیث یکی از راهبران جمهوری با جسارت فوق‌العاده و شجاعت سیاسی برای تقسیمات عادلانه حدودی معین نمودن شخصیت ملی مردم تاجیک مبارزه برده کوشش نموده بود که تاجیکان همچون یکی از قدیمترین خلق‌های آسیای مرکزی و دارای تاریخ و فرهنگ چندین هزار ساله اعتراف و شناخته شوند. خدمت و کوشش و جانبازی‌های همین گونه فرزندان با ننگ و ناموس و وطن دوست و وطن پرست ملت تاجیک بود که امروز دولت ما صاحب استقلال گشته است. در تاریخ خودشناسی ملت تاجیک نام چنین فرزندان برومند با حرف‌های زرین نوشته شده در خاطر مردم ابدی باقی خواهد ماند. در سالهای در وظیفه رئیس کمیته اجرایی مرکزی جمهوری فعالیت نمودن نصرتالله مخصوم در تاجیکستان آنقدر کارهای بنیادکاری و سازندگی وسعت یافته بودند که خلق ما 100 ساله‌های پیشین چنین دیگرگونسازی‌ها را ندیده بود. پیش از همه تأسیس ساختارهای نوی اداره کنی، رشد تمام ساحه‌ها، بنیاد راه‌ها، بلند برداشتن سطح معرفت مردم، سازمان دادن مکتب‌ها و کورس‌های گوناگون کسب آموزی، جلب زنان به کارهای دولتی و دیگر تدبیرهای مؤثر عملی گشتند. با نام این فرزند صادق ملت یک دوره تام تاریخ خلق تاجیک، یک مرحله حساس و سرنوشت‌ساز و بنیادکاری‌های عظیم کشورمان ارتباط قوی دارد. نصرتالله مخصوم به معنای تامش جان فدای ملت تاجیک بود. با پاداش خدمت‌های شایسته و تلاش‌های خود بهر احیای دولتداری تاجیکان قربان بی‌عدالتی‌های شاوینیستی و بدخواهان خلق تاجیک گردید. متاسفانه بدخواهان خلق تاجیک با دسیسه و تهمت نصرتالله مخصوم را جسماً از بین بردند و این فاجعه بعد 100 ساله‌ها بار دیگر تکرار گردید. در سالهای مقاومت مسلحانه مجسمه او در زادگاهش نابود کرده شد. من ایمان کامل دارم که اگر نصرتالله مخصوم، منور شاگدایف، محمدالله خالف برین فرزندان بنیادکار و فدایی ملت بر حیات می بودند، فاجعه جنگ شهروندی به سر خلق ما نمی آمد. با مقصد برقرار نمودن حقیقت تاریخی ما امروز خدمت‌ها و جانیساری‌های این فرزند وفادار و مبارز و وطن پرست خلق تاجیک را بلند قدر می‌نماییم. با قدرشناسی او ما نام او را نه تنها ابدی می‌گردانیم، بلکه نسل‌های امروز و آینده ملت را به آن هدایت می‌سازیم که آنها پیرو چنین مردان وطن پرست اصیل خلق خود گشته با احساس عمیق خودشناسی ملی برای آبادی و شکوفایی وطن عزیزمان کوشش نمایند. ما امروز به خاطر ابدی گردیدن نام نیک نصرتالله مخصوم مجسمه او را از نو برقرار کردیم. بگذار نام نیک و کار و پیکار مردانه او که تنها به منفعت ملت تاجیک و دولت تاجیکان بود برای نسل‌های امروز و فردای وطن عزیزمان سبق زندگی و کارنامه او در رشد دولت و ملتمان و برای در عرصه بین المللی بلند برداشتن موقع تاجیکستان نمونه عبرت باشد. بخش چهره‌های ماندگار در باب نصرتالله مخصوم جان فدای ملت ادامه دارد. شما را در نشرهای دیگر به ادامه روزگار و کارنامه نصرتالله مخصوم جان فدای ملت شناس خواهیم کرد.